درود و عشق به شما عزیزانی که تشریف آوردید به این کانال، دارید بازدید میکنید کانال رو. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم با کانال کانونیار. گفتم توضیحاتی رو خدمتون ارائه بدم در ارتباط با هدف این کانال و اینکه چرا به این شکل نامگذاری شده و چه راهی رو در پیش داره. با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم در کانون زبان ایران، حدود 27 سال هست که در خدمتتون هستم اونجا و در بخش بزرگسالان و در بخش کارشناسی فعالیت داشتم و دارم. با توجه به این تجربه‌ای که وجود داره متوجه شدم خب یه سری از عزیزان که وارد کانون زبان ایران میشن، حالا یا در کل دوره ها همراه ما هستن، به دلیل اینکه درس رو خوب متوجه نمیشن یا غیبت دارن بعضی جلسات رو و چون برنامه بسیار فشرده هست برای تدریس، دیگه فرصت نمیکنن که اونا رو دوباره یاد بگیرن یا از معلم در واقع بپرسن و این فرصت وجود نداره برای تعامل. برای همین تصمیم گرفتم که به شکل کمکی تکمیلی تدریسی داشته باشم. در تلگرام این کار رو انجام دادم برای گروه بیسیک که اینجا در ابتدا با همین بخش در خدمتتون هستیم و بعد با الیمنتری و سطوح بالاتر. اما خب چون مخاطبش محدود بود در تلگرام، تصمیم گرفتم که به پلتفرم یوتیوب بیایم تا همه بتونن استفاده کنن در کل کشور ایران و کل جهان. اگر کسی با کانون زبان ایران هم آشنا نیست بتونه از ویدیوها استفاده کنه و به شکل خیلی کامل و اساسی انگلیسی رو از پایه یاد بگیره و بالا بره. خیلی خوشحال میشم که سابسکرایب بکنید و حمایت بکنید از کانال و به دوستانتون معرفی بکنید تا با حمایت شما بتونم ویدیوهای جدیدی رو در سطوح بالاتر هم آماده کنم و در این کانال منتشر کنم تا همه عزیزان در کانون زبان ایران و همه دوستانی که علاقه‌مند هستن به یادگیری زبان انگلیسی به شکل اساسی و کاملا بر پایه نظم و درست بتونن استفاده بکنن. اگر حمایت شما خیلی خوب باشه، با عنایت پروردگار بخش‌های کودکان و نوجوانان هم بعداً اضافه خواهد شد. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.